اکثر مردم انتقاد میکنن که چرا اسلام فقط انسان محدود میکنه که عبادت الله رو بکنین. و دی آیت قرآن مسئول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون و ما خلق الجن و انس الا لیعبدون، که ما جن و انسان پیدا کردیم که فقط عبادت الله رو بکنه. عبادت از عبد آمده. عبد معنی بندگی یا مثلا سبمیشن، تسلیم شدگی. این ما عبادت میگیم. ما همیشه به یک نیه چیزی ما تسلیم میشیم. ما برات مثال میدم. به مادر تسلیم هستی به خاطر که مادرت است، همراهش محبت میکنی. با اولاد تسلیم هستی به خاطر که اولادت است و بهش حفاظت بکنی. با منیجر تسلیم هستی به خاطر که او منیجرت است. اگر تسلیم نشوی با اسلامیک ترمینولوژی عبادتش نکنی چی میشه؟ منفق میشی یا مثلا وظیفه در خطر میاد. الله سبحانه چی میگه؟ شما هیچ کس عبادت نکنین و عبادت ما را بکنین. این به چی معنی؟ معنی که لباسایی که میپوشی بپوش چیزی که اسلامی است. عملی که میکنی بگو چیزی که اسلامی است و بگو که الله گفته، نیک منیجر، نیک سوسایتی و جامعه. با بمرای یک پاکستانی ایتیست مذاکره داشتم و او خوار به ما گفت که اسلام میگه حجاب بپوش. اسلام از انسان خواهش میکنه که حجاب باید بپوشی. باز ما بهش گفتم جامعه میگه که حجاب بکش. در اینجا کجا انتخاب خودت است؟ جامعه میگه حجاب بکش، در جامعه که زندگی میکنی مثل غرب. اسلام میگه حجاب بپوش. ما میگیم اگر ما عبادت الله را بکنیم این به این معنی است. همیشه حق بگویم. چیزی که الله میگه همراه مادر پیش بریم، چیزی که الله میگه همراه منیجر پیش بریم، چیزی که الله میگه همراه جامعه پیش بریم. ما از غلامی غلاما خلاص میشیم و غلام فقط یک الله میمانیم. اگر منیجر برات میگه حرام بکن، الله میگه حرام نکن، چون عبادت الله میکنی. اگر جامعه میگه که لوچ بگرد، لوچ نمیگردی، عبادت. اگر هر وقت هر چیز تعقیب کردی باز عبادت همو چیز را خودت میکنی. در یک مشهور کتاب است Construction Conscience نوشته شده. در یک چپتر است The Delusion of Choice، انتخاب که خودت نمیکنی و انتخاب هست. اکثر ما در تلویزیون‌ها که اعلانات میبینیم و باز او را میبینیم او را میخریم. اصلا اون انتخاب از ما نمیباشه، لیکن انتخاب ما او را میکنیم. نوم چومسکی در این باره زیاد تفصیلی بحث کرده و شمول سیگموند فروید که چطور انتخابی که ما میکنیم اصلا انتخاب ما نیست و انتخاب دیگه مردم است. و همین کانسپت در اسلام است که باید انتخابی که میکنی انتخاب الله را بکو و انشالله او انتخاب یک قدر بهتر است که کل جامعه، مادر، پدر، دفتر، همه چیز توسط بهتر خواهد بود. به همین علت اگر شما بخواین دیانا استیگنی در یونیورسیتی آف تورنتو و همچنین سیدنی او ریسرچ شده که چرا سوساید، خودکشی، در بین مردم که الله را قبول نمیکنن، طرف میوزیک هستن، سکون چیز دیگه میپالن، چرا زیاد است؟ تقریبا 56% خودکشی زیاد بود. به خاطر که اونا میخوان چندین غلاما را غلامی کنن و خودکشی مثل خودکشی یا سوساید، جان گرفتن، در بین مسلمانا و در بین کسی که حتی یهودیا، عیسویا، کسانی که حکم الله را قبول میکنن کم است. علتش چیست؟ که اونا غلام جامعه نیستن بلکه غلام الله هستن. همیشه که غلامی الله را بکنی و عبادتش بکنی انشاءالله در مشکل نیستی. اکثر مردم میرن فکر میکنن که عبادت به این معنی که روزه بگی، نماز بخوان، خلاص. نه، عبادت مطلق تعریفش ایست هر چیزی که الله سبحانه و تعالی گفته، رسول الله سبحانه و تعالی گفته که حرام است او را حرام بگیری و هر چیزی که رسول الله و الله سبحانه و تعالی در قرآن و سنت ذکر شده که حلال است او را حلال بگیری، این عبادت است. انشاءالله او احترام به مادر است، به کسی که آب میدی، کلش عبادت است. همه چیزی که میکنیم به قانون الله و رسول انشاءالله او عبادت حساب میشه.